نقدیان که در راههای اساسی تجارت واقع است، در رشد تمدن باستانی نقشی کلیدی بازید و تاریخ بسیار عصری آن ما را به خوجند، یکی از قدیمترین شهرهای آسیای مرکزی، شهری میبرد که در آن راهها با هم میپیوستند، روایت ها گفته میشدند. در اینجا علم، ادبیات و اولین تکنولوژی ها به وجود آمده. کاروان های راه بزرگ ابریشم در آنجا مسکن می گرفتند و اولین روایت های بزرگ به زبان می آمدند. اسکندر مقدونی خوجند را حد دور خود، سرحد ایمپریا، اما ابتدای راه بزرگ نامید. از آن تباره ها تاریخ آغاز شده است، تاریخی که تا امروز زنده است. های تند زمان طوفان‌ها و آرامی می آوردند. سلاله‌ها، دور زمان‌ها، تمدن‌ها دیگر می شدند، اما قلعه پایدار و استوار می ایستاد و شهر طول عصرها ناوابسته به امتحان‌ها زندگی می کرد. مردم خوجند شجاعت و شأن و شرف را در قلبشان نگاه داشته، اعتماد را به آینده از نسل به نسل میراث میگذاشتند. همین طور نیروی تولید شد که قادر است به همه چیز تاب آورد، نیرویی که رمز متانت و روحیه استوار گردیده است. سال 1991 تاجیکستان استقلالیت دیرانتظار را به دست آورد. این ابتدای دوره نو، دوران سازندگی، کشفیات، دوره‌ای بود که در آن خرد قدیم با آرزوهای نو با هم پیوستند. دوره‌ای که هر قدم حرکت این حرکت به سوی پیشرفت است، هر روز باعث افتخار است. میکنیم. ما تیسل هستیم. ما 25 سال باز یک جایه هستیم. ما همراه شما به کمال رسیده ایستاده ایم. ما برای بیشتر پیشنهاد کردن انکشاف میابیم تا اینکه علاقه نه تنها خدمت بلکه پیوند بین گذشته و آینده، بین آدمان، بین تقدیرها، بین آرزوها گردد.
اینجا آغاز می شود، در این مکان که هر سنگ اساسی آن شاهد ابد است، در اینجا که دیوار قلعه عکس صدای قرنها را محفوظ می دارد، در اینجا که کشور پیش می رود دلیرانه، با باوری و با محبت. آینده از ما آغاز می شود، در دل مملکتی که پیش می رود، با ما، با شما، با تاجیکستان.